ماها قبل از انجام هر کاری باید بدونیم که چه ابزاری برای انجام اون کار وجود داره و کارایی اون ابزار برای چیه و اون ابزار رو کجا میخوایم استفاده کنیم و به چه نتیجه‌ای میخوایم برسیم. مهمی که میخوام بگم اینه که ماها توی همون ابتدای کار باید اون مرحله 4 رو ببینیم. یعنی من وقتی میخوام یه بافتی رو انجام بدم باید بدونم به چه نتیجه‌ای میخوام برسم و جنس موهام چیه و چه موادی استفاده کنم، چه حالت دهنده‌ای برای این جنس مو استفاده کنم. که تو این ویدیو قراره با هم ابزارهای بافت مو رو بشناسیم و با کلی حالت دهنده آشنا بشیم. اولین ابزاری که میخوام بهتون معرفی کنم گیره ها هستن. گیره ها چند نوع وجود دارن: گیره انبری، گیره فلزی، گیره پلاستیکی. که خود من از گیره فلزی استفاده میکنم چون خیلی بهتر از گیرهای دیگه هستش. این گیره ها برای تقسیم بندی استفاده میشن که برای اول کار ما یه بسته 6 تایی نیاز داریم. خب ابزار بعدی که ما نیاز داریم قلاب ها هستن. قلاب ها در 3 اندازه وجود دارن که من هر 3 تاشو دارم، ولی همون 2 تاشو برداریم کفایت میکنه. یکی سایز بزرگ، یکی هم سایز متوسط. سایز کوچیک زیاد به کارمون نمیاد. ابزار بعدی که ما بهش نیاز داریم نخچین هستش. نخچینا چند تا سایز دارن که هیچ فرقی نمیکنه سایز بزرگ بردارین یا سایز کوچیک. وسیله بعدی که بهش نیاز داریم یه قیچی معمولی هستش و اصلا هم نیاز نیست برای قیچی هزینه کنین، همین قیچی معمولی کفایت میکنه. قیچی بعدی قیچی پیتاژ هستش. این قیچی برای پیتاژ کردن انتهای کاره که زیاد من ازش استفاده نمی کنم. من از همون قیچی معمولی یا از همون نخچین برای پیتاژ کردن استفاده می کنم. وسیله بعدی که بهش نیاز داریم آب پاش هستش. آب پاش برای رطوبت دادن به موهاه که توی آب پاش فقط آب میریزیم، دیگه وسیله دیگه مثلا مثل 2 فاز و این چیزا نمیریزیم. ابزار بعدی که ما بهش نیاز داریم شونه تقسیم هستش. اولین شونه‌ای که می‌بینین شونه لایرینگ هستش که به نظرم خیلی خیلی عالی کار شده و من خودم ازش استفاده میکنم. سبک این شونه جوری طراحی شده که هم میشه موها رو اندازه‌گیری کرد، هم میشه موها رو خوب تقسیم کرد چون نوکاش تیزه و سوراخ‌های پایینش برای اندازه‌گیری موها هستش. شونه بعدی که تو تصویر می‌بینین شونه تقسیم روسی هستش که مخصوص تقسیم بندی‌های شاخه‌ای هستش که من ازش تو بافت برزیلی و مکزیکی استفاده می‌کنم. یک سمتش برای تقسیم‌های شاخه‌ای هستش که به شونه دنباریک هم معروفه و سمت دیگه‌ش یعنی قسمت جلوش برای تقسیم‌های کف سری هستش و من این شونه رو به شما پیشنهاد می‌کنم و شونه خوبیه. شونه بعدی که تو تصویر می‌بینین این شونه دستساز خودمه. این سبک شونه ها شما میتونین خودتون با خلاقیت خودتون یه شونه بردارین، از قسمت جلوش چند تا مثل من کوتاه کنین و بیاین نوکاشو با سوهان تیز کنین تا بتونین تقسیم های کف سری خوبی جدا کنین. کلا من هر شونه ای میگیرم به میل خودم میام سوهان میگیرم، این نوکاشو تیز میکنم تا بتونم خط تقسیم خوبی ایجاد کنم. شونه بعدی که تو تصویر میبینید شونه چنگالی هستش. یک سمت این شونه برای تقسیم بافتای کف سریه و یک سمت دیگهش برای تقسیم بافتای کف سری و اندازه‌گیری کف سر هستش. یعنی قسمت‌های مربع مثلا میخواین جدا کنین، با این شونه میتونین تقسیم بندی انجام بدین و در کل شونه چنگالی هم برای تقسیم بندی استفاده میشه. وسیله بعدی که ما بهش نیاز داریم کش چلگیز هستش که رنگ بندی زیادی داره و جنسای مختلفی هم داره که من فقط جنس ضخیمش رو به شما پیشنهاد میکنم و رنگ بندی مشکی و سفید بیشترین استفاده رو براتون داره. وسیله بعدی که ما بهش نیاز داریم موهای 2 سرباز هستش. منظورم از 2 سرباز اینه که موها تکسر و سردوخت نباشه. تمامی موهای 2 سرباز 3 تا جنس دارن: نیم پوش، تمام پوش و بدون پوش، که ما بیشتر برای بافت از نیم پوش و تمام پوش استفاده میکنیم و موهای بدون پوش بیشتر برای اکستنشن و یک سری بافتای باز استفاده میشه. میبینین بورس تخت یا همون بورس اکستنشن هستش که برای شونه کشی موهای مشتریتون یا موهای الیاف یا موهای سرمانکنتون بهش نیاز داریم. ابزار بعدی که تو تصویر میبینین این قلاب بیشتر برای رد کردن دیزاین و مروارید استفاده میشه که جلوتر بیشتر با این قلاب آشنا میشیم. وسیله بعدی سوهان هستش. این سوهان خیلی به کارتون میاد، یعنی به غیر از این که شما باید ناخوناتون رو سوهان بکشین میتونین شونه های تقسیمتون هم تیز کنین. خب اینا کل وسیله‌ای بود که ما برای بافت مو بهش نیاز داشتیم که جمعاً اگه بخوایم بهترینش رو برداریم هولوش 500 تا 600 تومان هزینه شه. خب بریم برای معرفی اصلی ترین وسیله بافت مو